بعدش میدونه که عمل بد کاری شده و بعد تصمیم عمل بد شاید مورد عفو خداوند قرار بگیره، یا اینکه روزی میشود که این بدکاری شود، یا اینکه این راه کجش روز میشود برمیگردد. اما گمراه کسی است که ادعا و زعم میکنه که گویا که در راه حق باشد، گویا که در راه راست باشد. برای همین پناه بطلبیم از خداوند، چون که در بزرگترین نعمت خداوند وقتی هدایت الله است، در ضد هدایت الله تعالی در مقابل همین کلمه گمراهی نیست. برای همین هم گمراهی بزرگتر از کجروی بدراهگی است. ما همیشه از پروردگار طلب بکنیم که خداوند ما را در گمراهی قرار ندهد. برای همین هم حتی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم دعا میکردن پیش پروردگار که پروردگار ما را راه باطل و ما رو راه حق رو راه حق نشان بده و نصیبمون بگردون که در آن راه باشیم، و راه باطل رو راه باطل نشان بده و نصیبمون بگردون که از آن راه دور باشیم. ما هم در پیروی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم که الله در کتاب خودش رضایت خودش رو بر بالای آنها اعلان کرده است، با امید که پروردگار از ما راضی باشد، از الله تعالی همین دعا را میکنیم که پروردگار ما رو نصیب هدایت خودش بکند، پروردگار ما رو نصیب دور شدن از گمراهی بکند، پروردگار ما رو راست را راست نشان بدهد و باطل را باطل نشان بدهد و نصیبمون بگرداند که ما در راه راست پروردگار باشیم و نصیبمون بگرداند که از راه باطل دور باشیم. آغاز اولین سخن ماست به الحمدلله رب العالمین. به الحمدلله رب العالمین یعنی که به الحمدلله هست در هر صورت. اولی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به بسم الله سخن آغاز کرده است، اما هیچگاه به الحمدلله سخن آغاز نکرده است. الحمدلله کلمه است که اولین کلمه است که جای اول را در کتاب مقدس الله جا گرفته است. یعنی کتاب الله تعالی به الحمدلله آغاز و شروع نمیشد. برای همین موقعی که الحمدلله در کتاب مقدس دارد، یعنی در قرآن داده است، اولترین و نخستین جا است. الحمدلله کلمه است که الله تعالی وقتی که آدم بابای ما را آفرید، وقتی که از روی خودش با اون رو دمان، آدم علیه السلام پدر ما وقتی که اولین بار چشماش گشود، یکمین کلمه‌ای که به زبانش آورد گفت الحمدلله. الحمدلله کلمه هست که نام پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم داخل ان همین شامل از همین کلمه است. محمد یعنی در درون همین کلمه حمد است. حمد حمدگو یا که الحمدگو کسی می شود که شخصی متواضع است، شخصی است که راضی از آن چیزی است که پروردگارش می‌آورد. اون چیزی که ما ان شاء الله در سفرمون یا که در خونمون، در هر جایی که باشیم، از جمله در این سفر عبادتی که ما همراه داریم، چی مشقت میاد یا که چی جایی میاد که از اون چیز شاید موافق خواهش شما نباشه که در اون چیز شما رو نفوره یا که موافق فوریش شما نباشد، هر چیزی که میاد انسانی که در همه حالت اگر هم میگوید برای که اون چیزی در دست ما میاد خالصانه به یگون حیله و مکر و فن خالصانه برای خاطر خدمت شما میکنیم. ما تشکیل کننده یا مؤسس کننده تحت جوابگری اول پیش خداوند، دیم تحت جوابگری ریاست خودمون در این ریاستی که عضوی ریاستی که ما داریم، تحت جوابگری در تحت هوای کوشش میکنیم که به یگون خطاگی برای کسانی که همراه ما سفر هستن خدمتشون بکنیم. جایش میشود شاید که مثال موندشتگی باشیم، به هر حال کوشش میکنیم که خودمون رو بداریم تا جای را خدمت شما را بکنیم. اما ما هم انسان هستیم، اگر جایی میشود که خداوند انسان رو در قرآن کسی که ناقص است یا کسی که خام است گفتگی است، برای همین جایز می شود که اگر از جانب ما یگان خامی شود، از جانب شما اگر مورد بخشش یا که مورد چی قرار بگیرد، انشاءالله این همان علامت حمد گفتن الله تعالی است. مراد از حمد گفتن عملا است، نه مراد از حمد گفتن فقط به زبان راندن است. برای همینم چی مشقت می شود، چی مصیبت می شود، همراه اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که عهد بستند با محمد صلی الله علیه و سلم در این سفر حجشان، گفتند که چه نقمت است چه نعمت است، یعنی چه عذاب است چه راحت است. ما عهد کردیم که با تو صادقیم، راضیم از اون چیزی که تو میکنی با محمد صلی الله علیه و سلم. برای همینم یعنی
در حالت نعمت، در حالت که خداوند یک چیز میتید، اگر اظهار نعمت بکنی، اظهار نعمت بکنی، این کلمه کلمه شکر است. کلمه شکر در برابر نعمت خداوند آدم اگر اظهار نمایش، این شکر است. اما چی در برابر نعمت و چی در برابر مصیبت اگر انسان اظهار جواب نعمت های الله تعالی بکنه، اینا حمد میگن. کلمه حمد کلمه است که بزرگتر ای شکر است. یعنی شکر در داخل حمد میبره. معنای کلمه حمد وسیعتر است ای حمد. برای همینم حدیث قدسی که صحابی از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند و رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را از پروردگار خودش الله ذوالجلال روایت میکند. یعنی حدیث قدسی همین میگن که از الله تعالی روایت میشود که وقتی که ملائکه ها را الله تعالی میپرسه که شما بنده مرا ثمره حاصل عمرش گرفته، یعنی فرزندش جانش گرفته، چی گفت؟ میگه که حمیدک و استرجع، تو را حمد گفت و به سوی تو طلب بازگشت کرد. یعنی گفت این الله حمد گفت. یعنی در حالت مصیبت یعنی اینجا منفعت نیست. آدم فرزندش را دینو بگذاره جای خرسندی نیست که بگه که خدا را شکر الحمدلله. یعنی شکر در برابر نعمت میشود. الحمد هم در برابر نعمت، هم در برابر مصیبت. وقتی که فرزند از زنا گذشت گفت ملائکه بسیم چی گفت؟ حمیدک و استرجع، حمد گفت رو. گفت بنو قصرا لعبد فی الجنه، در جنت یک قصر برای بنده من آباد کنید. جنت عرض و طولش وسیع است، برای هر یک انسان به مقداری مساحت یک زمین برای هر یک آدمی بنده الله تعالی راست می آید. مساحتش خیلی کلان است، اما بهتر از ما، عالمتر از ما، با تقواتر از ما بزرگانی بودند، گریه میکردند، زارا میکردند، سوچنانی براشان ای پروردگار طلب میکردند که پروردگار رو 1 متر جا هم باشد در جنت برای ما را نصیب بگردان در همونجا. برای کسی که حمد میگوید، هم چی در مصیبت چی در نعمت، الله تعالی امر میکنه ملائکه را که قصر برای در جنت بسازید. برای همین اولین بگیم جای چی کردن همینه که ما یک چیزی برای مینه موقتی سفر ما برای همین کوشش کنیم که در اماکن مقدس الله تعالی رفتاری بد نکنیم، مقدسات جای همینجا را بدونیم، دروغ راست مثلا اختوف نکنیم، حتی برای که بیکار میشن. در هر جایی که مثلا هست به غرض مسجد الحرام یا که مسجد النبوی بیرون همونجا حرم زمین مقدس هم میبینیم که کسی چیکاری میکند، ایمان ما آوردگی در مقایسه با ایمان دیگران ایمان آوردیم. ما گوش اطاعت کننده الله رو، پیروی کننده رسول الله رو ایمان آوردگی، نه که نگاه کنیم عربو چه خیلی نمیکنیم، ببینیم عرب هم میکنه، زنگی هم میکنه، افغان میکنه، بعد بگیم ایمان و میکنه که مولای ما نمیدونی سبدای مثلا بگیم ایتا بکنیم. نه، ایمان ما در مو ویور دیده ایمان آوردگی نیست. ایمان ما در مقایسه ایمان ما در اطاعت الله و در پیروی رسول صلی الله علیه و سلم. زمین مقدس قدسیت شد و مقدسی همون زمین ها باید دید و جای بریم وقتی که همون جا هستیم. خب یکی از ویران کننده های همه چی گفتیم که جدال است. جدال یعنی چیزی که با بلوی سرت مثلا نشون خیلی سفر مشکل است. همراهی که تو سفر میکنی در جایی که تو در اینجا در معصیت هستی، در معصیت در وطن غیر مسلمانو معصیتش بسیارتر هم کلا میبرویم هم اجساد میبینیم معصیت. در جای معصیت هستی شیطان با تو وقتش صرف نمیکنه، کردور نداره. وقتی که سفر میکنی سفر عبادتی شیطان زنده میشه، همراه هم سفر دبرت کار را سر میکنه که ویران کنه عبادت. برای همون چیزی که گفتنی نیستی شیطان میگه بگو و که تراو تا گفت. تا شریکی بار میگه که ای صبرات غامت میگه، شیطان زن میگه که تا بگو کیه وای که ترا خیلی گم میزنه، جوابش ده رو جواب ده. بهترین کاری میشه که مثلا اینجا جای ایا کسی دیگه اقلا بخشش کنه بسید برادر شیطان میخواد عبادت ویران کنه. شیطان خصوصا عبادت ویران کنه. چی کنیم که اول همچون یک شخصی که در همه چیز تجربه داریم الحمدلله برای خاطری که کسایی که مثلا اول رفتگی، کسایی که چندین بار هم رفتگی باشن، دین نصیحت است، تذکر است برای اول برای خودمان، بعد برای هر یک کسی که میخواد بشنود. برای همینم اول همین کلمه را گفتیم که گفته‌های ما معنی این نداره که همه باید عمل میکنه. کسی را که الله تعالی هدایت کند هیچ گمراه کننده ای وجود ندارد. این سخن رسول الله.
یعنی کسی را که این هدایت از جانب الله تعالی میشه نه از جانب گفته های ما. خب درس ما بگیم توسط همین تعلیمات ما در چی هم گذاشتن در واتساپ هم در گروه گذاشتن ما همه چیز باید همه چیز آغاز کنیم که پوش چی ما نم خب همراه انشاءالله در اونجا باشیم در مکه مدینه هر یک سنگ هر یک رفته اومدن همینجا یک پیغمبر برای چی علت ها انشاءالله همونجا در هم مقطعش و جویش که مثال یک جا باشیم بیان میکنیم همه قصه هایی که برای چی همین قدسیت پیدا هم تاریخی درباره هر یک مسجدی که در مدینه است ما میشه رو بیان میکنیم اینجا دیگه جای اون چیز نیست مهمی ما فقط همین چیزی که یک لحظه تو نماز شما به طرز پرکتیکی بیان بکنیم که رفته و یگان آدم خودش ایامی گروپ جدا میونه که تنها میمونه یا که یک جایی هم که باشه همین دلش اطمینان قطعی باشه که در سرش پروگرام برنامه تعلیمی باشه که ما همین خیلی باید بکنم حاضر مثال حراسان نباشه که آنکوز چیکار میکرده باشیم همین خیلی حراسان باشه برای همین خاطرم همین تعلیمات ما بگیم برنامه ریزی شده گن برای خاطر که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم کسانی که حج میرفتن همه او را اعلام کرد او را تعلیم داد تعلیمشون این بود که حتی ما را گفت که خذوا عنی مناسککم یعنی مناسک حج نسک حج یعنی چگونه ادا نمودن عبادت حج را یاد بگیرید برای همینم ان شاء الله مقدار چی میفهمونیم ما باید کسی که چیزی که سوالی که باشد باید سوالا را که نگاه نفهمی باشد خب سفر ما ان شاء الله ساعت 21:00 ساعت 18 تا 19 جمع میشیم بعضی براشورو شاید بتیامون ویزامون میتیان یا سونکایمون میتیان فیلمای بولگار تور بگم یعنی یگانه حج تور حج اپراتوری هست که افیسان بین رسمی از سنترال دخانی اوکراینی مسلمان رسی تو وقت همه وقتی کار کرده شده حتی پسترادرشو از دیگه فیلم‌ها را یوردان کرده الحمدلله چیشه گم کردگی نیست دیگه اما ابرویی که در بین چوی روسیه داره گم کردگی نیست توسط بگیم همه فیلم انشاءالله ما میریم ای خداوند الله تعالی نصیب ممکن است ساعت 9 رجیستر سر میشود رقم ریس نویسه برای همه 701 پرواز جده میشود از جده میبریم دو گروه تقسیم میشیم همون دو گروه هم در واتساپ میفرستیم که قطعی چخیل دو گروه تقسیم میشن یعنی دو اتوبوس میشینن در دو اتوبوس یک جویا اینش قفوی وایش یگان تا دور نیست ما میکنیم مثلا ما هم در اتوبوس میشم هم در اتوبوس برای خاطر شاید دو اتوبوس هم یگان مشکلی پیدا میشه شاید در اتوبوس همگی 420 کیلومتر 5-6 ساعت شاید ماکسیموم راه باشه در مدینه میریم به گسنتا که جا شدیم وقتی نماز نگاه میکنیم در همونجا بعد اعلام میکنیم در جده اگر ما سیم کارت یا تلفن اومدیم در جده میتونیم سیم کارت میگیریم گرفتن سیم کارت نیابیزات نه که همه یک برابر بگیره یکی 10-15 کس میگیره با 15-20 کسی دیگه بار میگیره 2-3 ساعت بعد نه خیلی ان شاء الله سیم کارت را که گرفتیم سیم کارت برای خاطر چی در کاره که یگان جو میراج سمی پرسی خوب میشه هم کارت خوب میکنیم تا با واتساپ کنیم با اینجا جا میزنیم در مدینه هم در مکه در گسیسمون واتس چی داریم وای فای بیپل برای همه هست استفاده وای فای خب با زیارت پیامبر صلی الله علیه و سلم میریم اولین کاری که میکنیم گفتیم داخل میشیم در صحن مسجد بعد میریم در میتونیم که در صحن مسجد دو رکعت بخونیم با میریم داخل بشیم در داخل مسجد دو رکعت نماز تحیه مسجد هم بخونیم بعد به طرف روضه میریم در داخل روضه چقدر نمازی که میتونیم در داخل روضه میخونیم بعد میبریم با زیارت رسول صلی الله علیه و سلم رو بر روی رسول صلی الله علیه و سلم میسیم سلام میتیم بعد این کانتری بگیم بس شکوفی اکوان این رسول صلی الله علیه و سلم کامنتره بیت دیگه شمایدتا یعنی رسول صلی الله علیه و سلم نیم قدم ابوبکر رضی الله عنه نیم قدم دیگه عمر رضی الله عنه بعد این دیگه اگون دعا نمیکنیم میبریم اوجا میبریم میریم بقیع زیارت میکنیم همه چیزا را بود چی هم گفتم بعد بقیع یه روز دیگه هم با همه چیزمون در زیارت مسجد نبوی میرود در نزدیکی همونجا مسجدی که هست مثلا مسجد بلال دیگه مسجد انا بعد همون مدینه ان شاء الله یگان دکان میریم همون را همونجا احرام میخریم
پریدن به جده برای کسانی که مکه می روند فرض است که احرام پوشیده داخل جده شوند. برای کسانی که مکه می روند فرض است که داخل جده برای همین یا ایرپورت به جایی که می پرند جده پرند اگر باید شد. اما برای کسانی که مدینه می روند فرض نیست. برای که کسی که قصد بیت الله نداره، قصد خانه خدا نداره، برای وی فرض واجب نیست که احرام بشه. ما در مدینه باید احرام همونجا میخریم، میریم در ذوالحلیفه میپوشیمش. گفتیم که درسته که کسی که در مدینه پوشه شاید کسی بگه که اینجا پوش خوبه خیلی، فقط یادداشت بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه همه اصحابش که همراهش بودن در ذوالحلیفه پوشیدن. برای همین اگر کسی بگه که خوبتره که همینجا پوشیم، اون عملی را که رسول صلی الله علیه و سلم کردگیش نیسته، خوبترش حساب نمیکنیم ما. این بو هر کس خودش میدونه چه خیلی میکنه. رسول صلی الله علیه و سلم از ذوالحلیفه پوشیده گه، همون ذوالحلیفه میریم در هم مسجد و بازی میکنیم، میپوشیم، نیال میکنیم، نمازان هم میخوریم، لبیک گفته با سوی بیت الله میریم. خب در مدینه یگان چیزی که بگیم نروشه نکنه و جناب بشه در مدینه نیست. فقط گفتن که فقط مقدسی همون زمینه باید رعایت کنی همین چیزا. دیگه در مدینه یگان چیزی نیست که اونجا خلقی جناب باشه، اما در مکه هستن. خب با همین خاطر بگیم لبیک گفته با چی را که رفتیم در گسنیسه مکه رفتیم میسودیم، بعد 1 ساعت ایستادن اصلا درست نیست که افتامی طبق شریعت طبق که رسول صلی الله علیه و سلم کردگی بعد و اصحاب کردگی داخل حرم الله شدی و حرم الله یعنی میقات اونجا داخل شدی، میقات رو اومدی، بعد میقات یگان جای دیگه برای باید که روح بیت الله برای ایروی ضروریات ما گسنیسه میریم. برای همین ایستادن و گسنیسه درست نیست. بسیار نیم ساعت هم میسوره، 1 ساعت هم میسوره، 2 ساعت 3 ساعت اینوش بیوتی به اهمیتی به اعتباری نسبت به خونه خدا کردگی. اولین طور را که باید بکنی باید اول خونه خدا را زیارت برای. برای همین ما مکسیموم در همونجا بعد تقسیم کردن همه چیو ویزیت که همونجا بگیریم برای همه میتونیم ویزیت که گسنیسه میبریم چی میریم بیت الله لبیک گفته همون اینجا بیت الله خونه خدا زیارت میریم. اگر ویزیتا برای خاطر هست که خب برای قطع احرام تسمه میخریم، وشمیشاب میخریم. وشمیشاب برای خاطر داخل حرم نشستیم از چه قدم بریم اینجا پولیج میگردی، تسمه میخریم برای خاطر هست که تلفن رو پلوت میمونیم. همه اجازت هست. دیگه یگان چی پوشیدنی یگان چی در پول نیست. خب بعد با همه کسا رفتیم یه جا در داخل شدن مسجد الحرام بگیم خونه خودم میدونیم در داخل شدنش دعا است، دعا را هم میپرسیم در وسط هم میخونیمش، هم اینتا یه جویا بگیم اینتا با شکلی بگیم زنده تا دعا را میخونیم. داخل میشیم، بعد داخل شدن بیت الله هم میبینیم، میگیم این مسجد اگر ما داخل شدیم بیت الله هم میبینیم، با دیدن بیت الله دعا دعا همش نستگیم ما اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. پروردگارو این خانه رو بزرگی و شرافت عظمت لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، همش بخاطر مهر محبت شما و مهر محبت ما نسبت شما.
Maşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazır inşallah ki در مکه ایم، مکه منوره. انشالله حاضر طواف بود کردیم، میریم سرا را میتراشیم. بعدا انشالله دهه که همتون دعا میکنیم خدا خواهد همه این برادرها کتیم نوارها به خاطر معلومات گرفتم، طرز طواف کردن، طرز فرض به جا آوردن و طرز پوشیدن احرام، همه همین چی نازکی‌های دارد در همه مکه خانه خدا. انشالله اینا رو هم نواربرداری میکنیم و پیشکش شما میکنیم. برای چی؟ از من میگم برای چی؟ ما گرد مکه 7 روز دویدیم اما نواربرداری نکردیم. برای آنکه اولی ما طواف نکرده بودیم، به همین خاطر جایی که ما رو هم اول انشالله کار بود میکنم، یعنی طواف میکنم، نمازمو میخونم انشالله. بعدا تلفن از دست میگیرم برای که با برادران خود، برای دوستان خود، برای اپا و خواهرها، اکا و دادرها و کلی مخلصان نواربرداری میکنیم تا که آنها هم ببینم با خبر شوند. حاجی سازی سلامتی چه؟ ناس اجرا کردی آخی؟ چند سال هستی؟ 71 قدم خود انشالله این 72 ساله بابای ما حاجیه ماشاءالله ابراهیم و هم نام پیغمبر بیان ابراهیم کریم الله ماشاءالله. سلامت باشین دوستان عزیز، نوارهای ما رو انتظار شاید خدا خواهد ما با عالما هم صحبت میشیم انشالله. من نمیتونم با پررگی حدیث بیارم، من نمیتونم با پررگی درباره اینجا از روی قرآن با شما گپ زنم، اما هست نفرانی که ما را کمک میکنن انشالله، کمک میکنن و نوارهای بهتری میگیرن خدا خواهد. برادر زنده باشین تا بازدید نوارهای نو با نو را انتظار شوید. ما رفتیم سر ملاقات کنیم بعد میبینیم. علیکم دوستان عزیز، شما باز یک بار دیگه انشالله که تیار حج تا پیش من همین رسیم سدهیم پیشو بشنیم زواتوی بسی گپو نگاه دارم خیلی نمروش به حضور خواهی نه دعا کنی خوبتره دعا فرین دعا کنی و کم بشنین دعا کنی میشتا. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز نوشتم که در اینجا میتونید ثوابیت گیرید، یعنی یکم کامپی را عرباش هم میگیرید، خودش هم میگیرید، میبیارید و اینجا را از اینجا با اونجا میبرید انشالله که همین ثوابش بعد دوام میگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی که دعا گیره خواهی که نکنم من نداره کمپی تاجیک ازبک کدام ملتی باشد مسلمان هست الحمدلله میگه ماشاءالله ثوابیت میگیریم. من بسیار ای خیلی آدم هایی که زنکو حتی میدارن زنکو را میتونیم کدام شکل خویم. My friend, how many? Where I can buy. داره چیکاری که گفتم اینجا من اینوش به پول هسته با هسته یکون سمشمتی من کاریسکن میگیره اینا میرن زنک بسته. اگر شما خواهید ثواب گیره من همه از دست این زنک میگیرم یا التماس میکنم که بیا یک بار خطیه رضی الله برام خاطر دوما انشالله که نه نمیگم خیلی ثوابیت کلام دارم. کمپیر راه برای رفتن انشالله که دهت ما دهت شما دهت کل مردم همه نشون دادم اکنون طرف اتوبوس میریم. لبیک الله خونده میریم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا هم قبول بگردم نیت ما رو بدن رو پاک بگردم. بسم الله
حجمونا قبول کن ماشاءالله بخواهم با طرف مکه روان شدیم الحمدلله مردم اینجا هیچ کدام را اینجا رفتن من خودم اینجا رفتم مردم اینجا شدن یگان سنو سلام همه رفتن بسم همه سنریم نشید بایستیم بسم الله الرحمن الرحیم نشید رفتیم ای کجا میره؟ نماز نمیخونه؟ نماز نمیخونه؟ همین چی میره؟ بیا ماشین ده کجا کن طرف ده؟ همین چی باید؟ نماز خونده؟ دست روز بریم اینجا؟ این خبرات دست روز از اون دور که تایی ماشین خونیم تمام؟ برادر اینجا میریم نماز میخونیم از آن دادم هستم خوب پیشیم ماشاءالله میریم از نماز میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم همه را نصیب احرام کردن ماشاءالله نماز میخونیم بعد چخچخ میکنیم هیچ عظمتی داشت فهمیده که چیز هست با حج عبادت ما یگان وابستگی نداره یعنی هیچ چیه در پیش هم اکنون کره که سر شد فهمیده؟ مدینه هم هیچ حساب نمیشه باید تماما ما بخاطر مدینه نامده ما بخاطر انا همین جایی که اوزی سر کردیم ما بگیم برای همین هم صبر ما از اون سرسمان نیستیم با حضور هر یک از باشد تغییر کنن عبادت شد تغییر کنن سرسمان نشده نیت امرا همینه پوشیدن احرام در تنه روزی کسی که نیت کرده بینه میشه دوخی میکنه چیکار میکنه توپش سر بکنه هیچی ضرر نداره پوشیدن احرام در پوشیدن همین در حکمش در اونجا با پوشش احرام همونجا را گذاشتن حکمش واجبه یکی از واجبات عمره نقاب داخلش خب نیت با پوشیدن احرام فرض اول رکن از ارکان عمره فرض اول در عمره دو فرض است فرض گفته اساس یا ارکان یا سیستم مثل بگم چیز نباشد نیست یا تاش نباشد نیست هیچ کار نکرده بیاد دیگه چیکار کنین از میلیارد کلمات بخونین نکرده عمره اگر ترکیب یعنی گفتن کشور یا تاش همینه احرام با نیت که حاضر ما همون نیت کردیم با احرام ما بدن ما یا فرض یکم فرض کلمات ساخن میشه خوب نیتش هم خیلی برای میگم که یگم کس چی نکنه سر و سیمانش با حضور پرسیده هیچ جای چی نیست عمره مشکلی نداره برای اون با حضور بکنیم خب نیت همین است اللهم میگم قفوش تکرار میکنیم اول نیت میکنیم دو رکعت نماز احرام میخونیم دو رکعت نماز احرام همینه که در زمین سوره اولش قلیه در زمین سوره دوم قل هو الله احد اگر رفته و این سوره را کسی ندونه چی سوره که باشه میشه خب لبیک اللهم بالعمره بعد میگیم بعد نیت کردن بعد خب چیزی که ما گفتم قفون میگیرم بسم الله همه نیت عمره دارن اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني لبيك اللهم بالعمرة دركاتنا مظهر كسر بخيرين بعدين قمات